چطوری هوش کلامیمو ارتقا بدم که در همون راستا بداهه پردازیم بهتر بشه و کلمه کم نگیرم؟ شما به اندازه چیزهایی که دیدید، شنیدید، حس کردید، فکر کردید یا حتی مطالعه کردید حرف برای گفتن دارید، ولی چون تمرین نداشتید و کم حرفی کردید ذهنتون محدود شده به بعضی از کلمات. برای همین زمان صحبت کردن کلمه کم میارید و زمان بداهه پردازی دچار مشکل میشید. بهترین و ساده ترین تمرین جزئی گویی با توجه به ریز نکاته. یادتون باشه مغز شما مهربانه. با این تمرین موتورش رو که روشن بکنید تمام کلماتی که رفتن دوباره برمیگردن. 1 یا 2 دقیقه از روزتو یا اتفاقی که برات افتاده رو با توجه به چیزهایی که دیدی و شنیدی و حس کردی و مطالعه کردی یا فکر کردی بازگو کن. به این تمرین توجه کن. من دور و برمو میخوام برات توصیف کنم. روبروی من یک دیوار زرد خوشگله که خودم با دستای خودم رنگ زدم برای اینکه محتواهام بهتر بشه. یه مقدار هزینه‌اش زیاد شد ولی ارزش داشت. پاهم یه مقداری درد میکنه چون از بس سر کلاس‌ها ایستادم، فکر میکنم پا درد گرفتم. الان دارم به این فکر میکنم که بعد از این کلیپ بلندشم برم یه چای فوق‌العاده بخورم، سر حال بیام. و دارم به این فکر میکنم که شما قراره این پست رو سیو، لایک و استفاده کنید. موفق باشید.